افکاری که امانتبانک دارد در بین این کلکتیو اشخاصی هستند که با کار با نامطلوب میزنند. امروز چقدر که من در بایم خیلی کردم، ما اولی فعالیت کاریم زیاده از 300 نفر کارمندا را ای سبب دانشی مکمل نداشتنشان، ای سببی که دست به کارهای کرپسیونی زدن هست. در 75 فیلیال ممکن که 1% پست تشکیل کنه، همش دنی هست، ممکن 5-10% در دست و نظارت است. لیکن امروز چقدر من میدونید کدام کارمندی که وای یا خودزن است یا مرد است دست به حالت کرپسیونی زدگی باشد، ما داریم در نزد اداره نظارت و آتش داخلی پورا کمبودی رو برطرف کردم، ما از سیستم دور کردیم. امروز نیست، همون شخصی که همین روز کمبودی کرد ما یک روز دیگه نمیمونم در سیستم کار کنم. روزی که من همین ما پرینسیپی کاریم است. در همین دوره حساس ما معاش کارمندان بانک زیاد کردیم، چون دست به همین کارهای فساد نزنم. امروز ما میگیم که بیکمبودی نمیشه، هست ما پینانی میکنیم تو رفته سنجش نگذرانی، هست آدمایی که پسندازی مردم میگیرن همسایش میگه دو پسنداز تا برده ما بانک دمون اما میگیره در جغیردان زده خود برنامه بانک پیوست نمیکنه. خیلی اکید رئیس در اینجا نمیبینه یا اگر نظارتچی رو اگر تو رفته با اما آدم مهلتش نبیویه وقت ساعتش مبلغش مراجعت نکنه، هیچ که سنجیدم نمیتونه دیدم نمیتونه. هستی خیلی آدمو یکی این ای بی عقلانه ای بی سوادیه فکر توی چکل یک آدم که 5000 10000 شم میگیری باید یک ساله ممکن پس انداز مونده است و یک سال پس مبلغش میپرسد.